اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، معجزه پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم در آسمان. روز مشرکان مکه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر تو در حقیقت فرستاده خدا هستی، ماهتاب را در آسمان از میان دو پاره کن. اگر دو پاره کرده توانستی، ما به تو ایمان خواهیم آورد. در همان وقت ماه در شب 14 بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از پروردگارش خواست تا آنچه که مشرکان از او میخواهند برآورده سازد. آنجا بود که ماهتاب را به خواست آفریدگارش از میان دو پاره گردید. مشرکان که باوری این را نداشتند در تعجب افتاده گفتند: محمد صلی الله علیه و سلم ما را جادو کرده است. سپس برای ایمان نآوردن خود به خود بهانه می‌جستند و مشرکان گفتند: اگر محمد صلی الله علیه و سلم ما را جادو کرده باشد، او نمیتواند تمام مردمان را به افسون خود بگیرد. ابو جهل گفت: صبر میکنیم تا اینکه بادیه نشینان بیایند. اگر آنها این چیز را مشاهده کرده باشند، پس محمد صلی الله علیه و سلم راست میگوید، و اگر آنها این را ندیده باشند، پس معلوم می شود که محمد صلی الله علیه و سلم چشمان ما را بسته است، یعنی ما را جادو کرده است. وقتی از بادیه مردمان به مکه می آمدند، مشرکان این واقعه را از آنها جویان شدند. چون بادیه نشینان گفتند که این چیز را ما با دو چشم خودمان دیده ایم. ابو جهل و مشرکان گفتند: این همان سحر و جادویی است که همه جا را فرا گرفته است. سپس خداوند این سوره مبارکه را نازل نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نزدیک شد و ماه پاره گردید، و اگر معجزه ببینند روی بگردانند و بگویند جادوی بزرگی است، و دروغ میپندارند و از پی هوای و هوس خویش میروند، و هر کاری را هدف است و برایشان خبرهای آمده است که از گناهشان باز می‌دارند. حکمت است تمام، ولی بیم دهندگان سودشان ندهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.